جوشوا بویل که پس از تقریبا 5 سال اسارت همراه زن و 3 فرزندش از دست طالبان رها شده از پاکستان به کانادا رفت، گفت که در این مدت یک طفل دیگرش کشته و همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است. کیتلن کولمن آمریکایی و شوهرش جوشوا بویل کانادایی سال 2012 از طرف گروه حقانی شبکه مربوط به طالبان هنگامی که در افغانستان بودند ربوده شدند. جوشوا بویل شام 13 اکتبر بعد رسیدن به کانادا در فرودگاه تورنتو گفت حماقت و بدکاری شبکه حقانی باعث شد که دختر نوزادش کشته شود. وی افزود که یکی از محافظان به همسرش نیز تجاوز جنسی کرده است. بویل خواست تا عاملان این جنایت به مجازات کشیده شوند. گروه طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. قبلا نفیس ذکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت نیروهای ویژه این کشور این خانواده را روز 11 اکتبر در نزدیکی مرز با افغانستان رها کردند. او گفت عملیات آزادسازی آنها بر اساس اطلاع مقامات استخبارات امریکا صورت گرفته است.